دوستان همونطور که فاکینگ دیدین برای بار فاکینگ سوم این احمق الدنگ نتونست زنده بمونه. بمیر همه تاثیر توه. 100 تا میزنه، 200 تا میکشه. فوش نامون، فوش خواهر، فوش برادر، فوش پدر. خب دوستان همونطور که دیدین ما به فاک رفتیم، الان اعصابمون خورده، ولی قراره بریم دوباره گرفت کنیم، دوباره چوب بکنیم، دوباره چوب فرو کنیم، دوباره امرالد بگیریم، دوباره ترید کنیم و فوتیجاشو براتون نمیذارم. البته احتمالاً یه چیز اینجوری بذارم بره، ولی پاره شدیم و دوباره قراره پاره بشیم و دوباره باید بریم الان بلیزراد بگیریم و اینا دیگه چیزای تکراریه. با بلیزراد برمیگردیم، ولی یه فوتیج کوچیکی ازش میذاریم که داریم بلیز میکشیم، تق 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 اینجوری، همونایی که تا الان احتمالاً دیدین. اگه این قاتل احمق ادیتشو درست زده باشه، برو گم شو، اینجا دیگه ویلیج منه. اگه قاتل احمق ادیتشو درست زده باشه، آره احتمالاً از اون فوتیجا دیدین، دوباره قراره یک مقداری از اونا ببینین و ما فول دایموند با بلیز راد برمیگردیم. رفتیم آرمور فاکینگ دایموندی گرفتیم به خاطر خریت یه خری و این بار برخلاف دفعه قبل یک مقداری چیز جمع کردیم. اسم این سگ چیه؟ امرالد. یک مقداری بلیز راد گرفتیم و در حال حاضر قراره بریم دنبال اندر پرل. این بار قراره یک مقداری عقلانی تر عمل کنیم برخلاف دفعه خرانه قبل. این دفعه قراره که بریم بوت بذاریم زیر اندرمن بکشیم و آره خرت و پرت بگیریم. حاجی خرت و پرتای من بقیه‌اش کو؟ نمیدونم، تایگر برداشت دیگه. حاجی بیسکویت نمیذاریم بخوریم. این کیر بود یا بیسکویت؟ چی بود خوردی؟ بستگی به انتخابت داره. بریم سمت پورتال. من چوب دارم، 2 تا لاک. من هنوز چیز میخوام. ببین اصلا میبینم چوب میکنی داره حالم به هم میخوره. تو اپیزود بعدی حتما یه دونه وود فارم میسازم، بعد یه دونه مجسمه میسازم که یک دونه چوب داره دار میخوره. میدونی خیلی احمقانه ای به نظر میاد، ولی نه باید. این بزرگواری میگوید تهران مال منه، تهران مال تو نیست. ریدم دهن این دستم که انقدر کسه. یعنی ویلیجر رو میخوام. منم بار سومی که دارم، نه بار دومی که دارم چوب بیارم پایین. فقط من گرفتم. ما چو کلت. بیا بریم دیگه، بیا. آقا فاکینگ پورتال گوجه نسبت اینه تو کسی قسم رو چی گرد نوب سگ آین. نصف هانگر پر میکنه مثل کلپه. 6 تا پرل دارم. افه شد 6 و 8 14. بریم.
افین فاینالی. حالا دراگو چجوری میخوایم بده؟ دراگو نمیزنیم دیگه، گفتیم فقط میرسیم به دراگ. من اصلا حرفی از زدنش نزدم. اینجا اون تیکه‌ای که گفتم گل اصلیمون زدن دراگر رو بیار رو صفحه. باجی حالا خونه کدوم ور از این ور؟ این مای اپس. این ما خونه این مای اپس. رد میکنم. من نکنه خواب تو خوش ردش چی شد؟ آب شما؟ همه امرالدامونو به گاه دادم ولی این پامکین چی خیلی پایاتم بگیر. من بهترین غذای گیمو دارم. خب به کوچه های شب. خب بلیز رادار رو برداریم. نده چی تو جنگل این گو نخوری؟ آره میخوام برم یک جایی که دقیقا بشه خوب باشه زد. همه 1000 بلاک دیگه میریم نمیریم. اینجا اینجا آی یک گوش پسر پدر هول قدس اون وریه. ایشون آتیست اینجا هسته روی چقدر هم زیاده. اندازه مادر جایجن ناب چیزه جد آهنه به خدا اگه از فوکی ویلیجه فوش میدم. نه درست میده باشی، یعنی یه ویلیج دیگه پیدا کردم. آره بیا به مختصات 900 935 130 مثبت 935 130 اعتماد به این بر من مادر شاعر میگه از هیچ گله ندارم جز خودم، واسه همین نمیشه جلو میکروفون لخ شدم. جان شاعر میگه اینو بله به همچین مگه آیه تو استفاده کردی؟ بله نیست حاجی. بیا اینجا اوشن پیدا کردم. چی پیدا کردی؟ یعنی اوشن که پیدا نکردم، تو اوشن وای میستم با هم بریم. رسیدی؟ ایزون من ازم بود تو که یس نزن اشوی نهرم دروغ گفتم. کرافتینگ تیبل داری؟ دارم ولی چوب ندارم. بذار من دارم چوب. بیچ بای بای. بو دارم بدبخت کجا دیگه ره میری؟ Catch me if you can. بیا بابا منم سگ. You never catch me alive. آره آقای تکنوبلیدی فرمودن. Is your mother pussy? Is your mother pussy. بله یادتون باشه بچه هر وقت از بفرم فوش برید میفکرید is your mother pussy. آیا فندن آپیل کیو پشت سر من شکست؟ بله نه افتاد دراب شد. کجی پشمام. برو من یه بار دارم مثل آدم میرم دراگون رو بزنم. هیچ وقت بچه تو عمرش تو آدم دراگون نزنم. آره قبلا 100 تا ناشپل میدادم، شرچه شابلت 255 میدادم. یادش بخیر. بذار یه دونه دیگه بزنم. پیاده نشد همین برای او از کجا اومدیم؟ خب آرمور تریمینگ هیچ نشده نکن. کتابای اینجا رو بگیر جر بده. من حول کتاب نه ممکنه وسط کشتن دراگون ایتمامون از دست بدیم. نه من قبل از اینکه بریم یه چست میذارم برای یه به بغلش پوتوشیرای خیلی ایمپورتنت بیاریم و میریم سراغ اینجا. بذار اول حاجی ما فاکینگ رو پیدا کردیم. بذار من میشه پروتکتم کنی؟ نه خب 2 تا چیزم داشت چکم داشت.
کمک واقعا از سیلورفیش داری میخوری؟ چقدر فاکین سیلورفیش زیاد شد. آقا دارم میزان فهمیدی؟ بیا اینجا نه البته باید بهت وای نمیر آروم بگو آروم باش بگو کجا بود زیر پورتال بلاک هم نداشت الان اوکی چقدر داشتی؟ فاکینگ سیلورفیش میخوای چیز کن لفت بده؟ نه خواهد نمیکشم منو زیاده بچه میهیچ چقدر خواهد تو جون نده تو فیلن جون نده نه اوکی بابا بمیر گفتی کمک هم نمی کنی یادی آقا گفت من این چقدر کارما منو میگیری جایدن آقا بمیری شمشیرم شکست بمیر نه لفت بده اوکیه don't be oh my god بریم چه تمیز میری تو این دقت کردی لودینگ ترین چی عشق خوبه آره خیلی دوست دارم اینقدر نرم آره خوجی میام خودم رفت بریم Yes, who's back? Parker girl. خب بلاک داری؟ بلاک بپا دیگه زدم 3 تا زدم فعلا من میشه بگم بلاک بکنم بلاک It's now or it's never, and I've got to make my decision. This time it could be my moment. Is this a mirage or a chance to fulfill my mission? A river in a dry land, the left is in a lost land. A heartbeat for a demon, Let's go. a wish is in a she's land. کجایی تو؟ چند تا هم بلاک بده من خیلی دارم اون سخت داره بزنم نه کافی همون حالا سعی کن Don't ask why I'm ready, but I'm ready to strike them down now. I've just saw the new stars. There's no time for endless A river in a dry land, the land is in a lost head. When the heart of you beats and I feel, now it means a heartbeat for demon. من می‌وایسم A wish is in a she's land. We're here for creating new life, creating حالا خوب چیز کن بر نداره چرا فقط اون یه دونه مونده؟ نه دو تا اصلا اون دو تا My heart is a furnace, not a ceiling. My word of conflict, one goes what keeps me going. Take back what I lost to the bosses of freedom and fear. Don't ask if I'm ready, but I'm ready to take them down now. The time for a new start is constantly drawing nearer. خودی خیلی آزوده اسپیدرانی میشم میرم بزنم اسپیدرانی اینو من A نزنم river in a dry land, the land is in a lost head. When the hope of new beginnings burns down feet, now وای اینجا بیشتر نمیتونم بیام for demon.
Always this indecision. اه Remind us سوال we're رو here for creating new life. بگم که اصلا نمیدونم نمی اصلا مطمئن شد نگران نباشین درمانه واسه اینا منو برای میگه الان یه نمی پول دای من به راه میفته nigga. What the fuck? Nigga what? Nigga how? Gotta clear my head up and breathe. من هستم اینجا من واسه Place to refresh. شمشیر هم حداقل به آه وسایل اون تو هم افتاده بود Can I find some time? بپا پای سر چیز برده اومد یه پلتفرم درست کرد من کنه من بیارم یه باسه وسط بابا گور رو باید فکر کردم باید تبران رو باید فکر نایف بود من مثلا دادم حس کنم که مرد نمیتونم زیاد دارم ناراحت میشم تبران رو زدی؟ نه این یه دونه تبران نکن فعلا کم ندارم پیگه دیدم دست تو بابا بودو بیا من میخوام به کود بدم اومدم اوکی غیره من دنبال منه It's now or it's never, and I've got to make my decision. This time could be my moment. If this a mirage or just to fulfill my mission. eyvallah A river in a dry land, the land is in a lost land. A heartbeat for demon, always decision. از آن وقت با خود وضعیت میگم I'm given the balance by the standing on razor's edge now. All my life is over. آقا نه One strike disobeying them. I'm out of this field of آخر خودم دارم مرسی بلاک نمیبردم Don't ask I'm ready, but I'm یه ready. تو گذارم Just like یه down میدین داره now. پوش میدن Just من like you آقا start. همه There's no تبران time خودم for indecision. به تو کمک A river in a dry land. The land is in a lost land. اوکی اینجا رو باید When بیشتر the اون hope of new beginnings burned out deep. من رو نشتم Now we need a heartbeat for deep. Always is in a cease land. از هر بیس بازیدن من کار Remind us کنم we're here for creating new life. البته میدونی از 5 دقیقه حتما دیگه نمیشه برسیم نمیدونم بری تو میکنم اون که اکثر من دارم بکنم من دانستم به برم رو همون دوست وقتی که دوست بیش از حد پایبند قوانین با که نمیشه چیزو برگردون نه باز My heart آخر was a بازی burner, دومه had a selling my word of conflict. One Oh, goes boss, what آخر keeps me بشه. going. خودی یه پیشنهادی Take back what I lost to the bosses of greed and آخر بازی با دو تا fear. شمشیر چوبی بیا همو بزنیم داره پرس میکنه بیا Don't ask I'm ready, but I'm ready to take them down now. The time for a new start is constantly drawing nearer. A river in a dry land, the land is in a lost land. When the hope of new beginnings burned out deep, now we need a heartbeat for خبره demons. خودم مثلا برگرم کنه برم Always this اون که indecision. فقط اونقدر منو ماندن Remind us we're here for
چی شد؟ تیر من چه شدیم کیرام چند تا داشته برو داره استفاده برو بشون برو بشون وقتی که اما که سایه دسته داشته Hadi depari. هدف که تور پرت میکنه دوستم دارم هدی دراگون فاکین زده میزنم چند مورد دراگون بار من اونجا دفش کنم اوکو من خودم پاره کردم سرش همه یه تبیرو رو من دیدم اینجا این نکنه سک بگیرید بار من burada esir görüyor. Kim var ya? Bir kola mı çok? Hiçbir. راست بیا همون نکش به من غذا بده بفهم شیل بگی اوجی وقتی به ادواردز پلیری دارم کمبوش میکنم ایو میگم یکی دیگر اگه کرد اصلا آقا دیسکانک به دوباره کانک بده الان ولت میکنم چرا هر دوتاشون ریختن رو من دیسکانک بده کانک بده ولت میکنم واقعا گو نخور من ول کرد نصف قلبم با بکشیم دیگه الان اوکیه بیام الان باش داری تورچ چی؟ تورچ داری؟ تورچ نه ولی شاید بکنم بگیرم من چیز کردم درست کردم دارم نه گرفتم تورچ چیزو گرفتی؟ آره وسط وای بچه‌ها یک خاطره بذارید بگم از دوران و ایام قدیم تر اول ببینم اصلا رکورد دارم میکنم یا نه مثلا اومدم فوش بدم قدیم تر این چه صافت خب وایس با هم بگیریم دیگه شاف کنم دقیقا یک همچین اتفاقی افتاد دفعه قبل اومدیم با هم پلی بدیم با هم رفتیم دراگون رو زدیم و یکی زودتر تخم رو گرفت من گفت به تخمم اگر رو بندازم تو وید چی میشه؟ نه من نگو چیز به دفاع خود ندارم میدونم برای همین افتادم دنبال تو پی وی دارم من بهتره پی وی یک هشت من بهتره من پی وی یک نوه دم من بهتره من یک هشت هم بهتره بله ایشون در مثل خر اسپام کردن بهتر هستم تو نوبی خر ایدم توشن ریدم تو ایمم فهم چی خفشو بیا بریم خونه هاجی دراگون اگو بده اذیت نکن باشه اینم از آخرین هدفی که فاکینگ بهتون گفته بودیم پاره شدم فکر کنم بالای 5 ساعت ویدیو رکورد کردیم 5 ساعت من 5 ساعت یوکی که سرجم بشه 10 ساعت یعنی 10 ساعت الان ما داریم پلی میدیم و تازه تونستیم این مچ لعنتی رو تمام البته مچ که نیست دراگون رو تونستیم بزنیم توی برای اپیزود بعدی قولی نمیدم ولی احتمالا کارکی بکنیم یکم بریم اندو بگردیم و کارهای دیگه که اگه میخوایم بدونید تو اپیزود بعد چه اتفاقی میفته حتما سری رو دنبال کنین ساب کنین لایک کنین بقیه کارشم که خودتون میدونین حرفی نداری؟ خیار چرا خیار؟ باید بگی بانانا
بطم شکست بابا. چوب میکنم تو، چوب میکنم. آقا ول آقا ول کن بابا، ول کن بابا، ول کن. هرگز یک دوره برای کی دمیج میشه بابا، ول کن. عرضم بوده که آره مرسی که این ویدیو تماشا کردید، لذت برده باشید. واقعا پیر مادر اومد، خیلی پلی دادیم. بابا همونطور که داشتم میگفتم مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید و تا ویدیوی بعدی و سری بعدی و قسمت بعدی، سری بعدی نمیخوایم فعلا شروع کنیم، همین سری توش موندیم. پس تا اپیزود بعدی فعلا. بعد از اینکه یولکرافت ویدیو رو تمام کرده و درگن را کشته به دلیل حیوان آزاری و ترویج آزار و اذیت حیوانات تو پرانتز مخصوصا ببرها، از سازمان حمایت حیوانات آمدن و در ما را تخته کردن. بده من میرم بابا، چی متن نوشته؟